به همه دوستان. اگه داری این ویدیو رو میبینی ممکن امشب خواب راحتی نداشته باشی یا اصلا نتونی نگاه بکنی. امشب چند تا ویدیوهای جدید از لحظه هایی که ارواح شکار دوربین شدن رو قراره با هم ببینیم که واقعا ترسناکن. واقعا بدون شوخی این یکی فیلمایی که پیدا کردم بد فیلماییه، اما اگه توی خونه تنها هستید یا دارید تنها این ویدیو رو میبینید و جدا از اینا قراره یه سری فیلم های دیگه ای هم ببینیم که دوربین ضبط کرده از کسایی که به زور میخواستن وارد خونه ای مردم بشن و اونا رو بکشن یا دزدی چیزی انجام بدن، که لطف میکنی که همین الان انگشتتو برای 1 ثانیه روی دکمه سابسکرایب بزنی و همین الان منو سابسکرایب بکنی که چیزی نمونده تا 1000 تایمون. پس دمتون گرم، بریم که داشته باشیم. خیلی خوب، این داره اینجا میرقصه. واو، ببین اصلا این اگه واقعی بود این باید یه ترسی نشون میداد، یه واکنشی میرفت. اصلا خیلی عادی بود، به نظرم این الکی میتونه باشه چون اصلا هیچ واکنشی نشون نداد و همونجوری به کارش ادامه داد. ممکنه که این الکی باشه. اگه روح واقعی بود ممکنه یه جیغی، یه فرار کرده دیگه. این اصلا هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداد، ممکنه که الکی باشه. این توی انبار فکر کنم، توی انبار داره فیلم میگیره. واسه چی فیلم میگیره حالا معلوم نیست. So that's one of the alarms that was going off. What the fuck? What the fuck? Shit. Just doing my rounds, checking out the place. I was asked to document any spooky activity going on. I don't really know what's been happening lately, but what the fuck? Oh my! Ah! وای حاجی نگاه کن، یکی پرده رو میکشه. یا بلفاس قشنگ معلومه اینجا. ببینید فیلم هایی که من براتون پیدا کردم با 1000 بدبختی بوده. من فیلم های درست و خیلی خوب رو پیدا کردم که واقعا اگه ببینیدش خیلی میترسید و کلا به روح اگه باور ندارید باور میکنید اگه این ویدیو رو ببینید. این یکی هم از دوربین مدار بسته است. الان چی شد؟ وای، من فکر کردم خود سگه اینجوری کرد. پس نگو یکی تکونش داد. یا خدا، رفت مورد بعدی. رفته رفته بدتر میشه که اینا جی. You gotta be kidding me. What the f was that? You gotta be kidding me. Oh, you gotta be messing with me. I swear to God, this gotta be a joke. Whoever's in here, I command you to leave in the name of Jesus Christ. I ask you to leave now. Oh, I got adrenaline going right through my body. What the is that? Ah! Ah! What the Who got there? You gotta be kidding me. Was it close? Oh, gosh. What the is that? Guys, you gotta be kidding me. Ah!
I'm getting a headache badly. I'm getting a fucking headache badly. Oh, این انگار خونش تسخیر شده است، داره فیلم میگیره. اینم از دوربین ما در وسط یه خیابون. مورد بعدی یا بالفاز یا خدا حاجی کدوم انی میگه روح وجود نداره؟ بیا اینم مدرک. کی میگه روح وجود نداره؟ بیا اینم مدرک. یا خدا کی میگه جن وجود نداره؟ واو آجی اینا چه فیلمایی من پیدا کردم. الان ویلچر تکون میخوره. تکون خورد ویلچر همونجا که گفتم. یا برفاز یا خدا، یعنی شما نمیتونین به این بگین الکی. یا برفاز آجی اینو دیگه چیه؟ ای حاجی روح داره بادکنک بازی میکنه، داره میزنه بالا. آقا به مولا این روح این نمیتونه الکی باشه. حاجی تا اینجا اینایی که دیدیم یه طرف، این فیلمی که قراره الان ببینیم اونم یه طرف، که همونطور که نمیدونم میدونید یا نه، جستجوگرهای عرب وقتی میرن یه خونه متروکه یا یه قبرستون چیزی حتما یه چیزی در میاد، چون عربستان بالاخره اونجا روح زیاده دیگه. بریم یه ویدیو رو ببینیم ازش. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بحياتي ما شفت كذا، يعني انا متاكد البيت ما فيه احد. این الان رفته یه خونه قدیمی متروکه شب، بعد ببینید چه اتفاقایی میفته. بسم الله الله اکبر. بسم الله الرحمن یا برفاس دیگه اینا کلا واقعیه. دو چرخه اومد. اذا بتقدر حركه كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله طلع هاي كمان تتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالوا علي وجهي. Oh my god. Oh my god. يا الله يا الله. من میگم این جستجوگرهای عرب همیشه توی ویدیوشون یه چیزی هست. في احد؟ همیشه دست پر برمیگردن اینا. مثلا این ویدیوهای عرب، این جنهای عرب یه چیز دیگه هم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. حاجی شیخ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ حصنت نفسي بلا اله الا الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا اله الا الله. وای یعنی بعد این ویدیو نمیتونه کسی بگه روح وجود نداره، جن وجود نداره. داره. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خدایی خیلی ترسناکه نیست. لا اله الا الله. الان ساعت بسم الله الذي لا يضر شيء في الارض ولا في السماء ببینید وهو السميع العليم. شهد شهد فونتين. شهد بدبخت اونجا تنهاست، یه نفر با خودش نبرده، تنها اومده اونجا. خدایی خیلی جرأت داره. اوکی باشیم. بسم الله. الله نور الله. بسم الله. بسم الله. ماجی اون چی بود؟ خدا، یعنی فکر کن اینا کاملا واقعی باشه. واقعی ها؟ فکر کن کلا واقعی باشه. اصلا معلومه که واقعیه، اینا همش میفهمه آدم اینا واقعیه. يا حبيبي خیلی عمو. بد بود. يا حج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طلع نرو بايده نرو جلو. آقا خیلی خوب، این تموم شد. حالا بریم اون قسمت دومی که گفته بودم و کسایی که میخوان به زور وارد خونهای مردم بشن. بریم ببینیم. آقا داستان این فیلم از این قراره که دوربین آیفون این خونه یه چیز رو ضبط میکنه که واقعا بده. چیزی که ضبط میکنه اینه که یه مردی که اصلا لباس نپوشیده اومده در خونه اینا و چرت و پرت میگه. بریم ببینیم. الان اینجا هزیون میگه این یارو، لباس هم نداره اگه ببینید، داره چرت میگه و یه دفعه میره. اصلا معلوم نیست این جریانش چیه. From the fake conversation, it's clear the driver wants the man to look for someone named. و اما ویدیوی دوم هم یه زن میاد جلوی آیفون دوربین و یه کارای عجیبی انجام میده، انگار میخواد آدم بکشه. آخه تو مال این حرفا نیستی بچه. تو اصلا مال این حرفا نیستی مرد چه زنک. اومده حالا یه سور مزاحمت ایجاد کنه، یه کاری انجام بده. حالا مهم نیست. این ویدیو هم یه دوربین خونه ای ضبط کرده که
یه زن میاد اینجا، حالا بریم ببینیم که چی اصلا، چی میگه. اصلا معلومم نیست چی میگه. اینا صداشون درست نمیافتاد. خلاصه هر کاری میکنه میخواد به زود وارد خونه بشه. اینا میگه درو باز کن، کار دارم اینا، الکی دیگه. حالا نمیدونم میخواد چی کار بکنه، حالا هدفش از این کار چیه. حالا آها این ویدیو، یه نفر میاد اینجا، حالا پیرزنم هست انگار. آره پیرزنم میاد اینجا، حالا میخواد به زور وارد خونه بشه. چی کار میکنه؟ چه؟ چاقوه. چاقو رو نشون میده، میخواد وارد خونه بشه. یه ضربه گل. خدایی اصلا تو مال این حرفا نیستی آخه. میخواد طرفو بکشونو بیرون. هی زنگ میزنه، زنگ درو میزنه. بعد این نصف شب و مثلا ساعت 2 شب 3 شبه، فکر کن اینجوری بیان دم خونه شما. خیلی خوب آجی، آقا این ویدیو هم به پایان رسید. اگه تا اینجا نگاه کردید دمتون گرم. آقا امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و یکم ترسیده باشید. حالا حتما این ویدیو رو لایک کنید و همونطور که گفته بودم یه لحظه انگشتتون رو بذارید روی سابسکرایب و منو ساب کنید تا زودتر به 1000 تایی برسیم. و اگر هم قبلا ساب کردید که دم همتون گرم. بریم بخوابیم دیگه، فردا باز بریم مدرسه. امیدوارم خوشتون بیاد. خداحافظ.